وقتی یک طبق خوراکی را که در خانه یک همسایه و یک فقیر روان میکنی وی دستش در آن خوراکی با لذت وقتی دراز میکند به واسطه وی میگوید که خدا پدر و مادر رحمت و مغفرت کند، خدا مرادها حاصل کند. دعای این پروردگار میشنود، دعای او را خدا قبول میکند. لیکن بازگشته میگویم که برادرایی که شرایط ها ندارین، قرضدار هستین، در بدر هستین، فرزندهای در غریبی دارین، برای شکم شما را سیر کردن، اسلام به ذمه شما خیر احسان فرض نگردانید، واجب نگردانید. من انشاءالله در باب فضیلت زکات و وعید بی زکات ها انشاءالله در همین نزدیکی صحبت دارم. شاید این جمعه آینده شود. فقط شما آن خیر احسانی که می شود از جانب برادرها اونها را گرفته استفاده برید. من به خاطر چی اینقدر جمعه های زیاد در اطراف این فضیلت صدقه صحبت کردم؟ تا که شما آگاه شوید که این مشکلاتی که ما و شما بالای خودمان آوردیم این اسلام نمیخواهد. اینجا عیب اسلام نیست، اینجا عیب قرآن نیست، اینجا عیب خود ما و شما هست که این بار وزنین در گردن خود بار کردیم. این عیب ما و شما هست. اینجا اسلام گناهگار نیست. اسلام به ذات خود ندارد عیب. هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. اسلام هیچ عیبی ندارد. انشاءالله امروز سوال هایی که خیلی شد جواب هاشون منتظر هم میخواهم در اطراف اینها که خیلی سوال های زیاد آمده است گفتیم دیگر سوال ننویسید تا که اونها را منال جواب گفتند. خدا دانا از که اونها را جواب میگوییم. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. سوال میگویم بعد از مستحب دستت را به صابون بشو یا 3 بار در خاک بزن؟ درست جواب گویی. البته هر یک انسانی که شما مستحب میکنین، یعنی بعد از حاجت خانه برآمدن خواهین که دست هاتون شوین، یعنی بعد گویم از حاجت خانه برآمدن ما و شما مستحب آبی میکنیم. وقتی مستحب آبی که کردیم بهترین صورتش همین است که امروز در خاک نی بلکه به صابون اگر دست هامون نشوییم. امروز شکر خدا که صابون در شرایط ما و شما وجود داره. بهترین صورتش همین است که پیش از آنی که به طهارت دست رو گوییم ما و شما شروع میکنیم اول دست هامون به صابون شوییم تا که همون بوی دستی که همون بویی که در دست ما و شماست همون بوی دور شود و بعدا ما و شما پیوسته طهارت ما دوام دهیم. این بهترینی صورتش است. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. با این سوال من جواب گویید که از قفای امامی که دندان طلا دارد نماز خواندن درست است یا نه؟ مخلص شما از واسه. از پس امامی که دندان طلا دارد نماز جایز است. نماز جایز است. دندان طلا چی برای زن چی برای مرد حرام است اگر بی عذر باشد. اگر عذر نباشد برای مرد چله طلا، برای مرد گردنبند طلا، برای مرد ساعت طلا، دندان طلا، همه این صراحتا در حدیث حرام آمدگی هست. حرامان لذکور امتی و حلالان لنسائهم. در متن همون شرح الیاس هم که فتوا هست در اونجا هم این در کتاب کراهیتش این حدیث تحلیل کردن که حبیب خدا گفتن ابریشم همراه طلا و تمام مردهای امتم حرام گردانیدم و به زنهای امتم حلال گردانیدم. لیکن برای زنها انداختن گوشوار و گردنبند دستمانه جایز است.
لیکن دندان طلا اگر برای زیبایی کرده باشد این حرام است در اسلام، اجازت نیست. حتی حدیثی را که دائما بهر شما گفته بودم که حبیب خدا جوانی را زیارت کردند، در دست او چله طلا دیدند. چگونه که امروز جوان مردای ما و شما هم چله طلا دارند، نماز خوانند، بچه های خدا ترسند، ذکرگو هستند، لیکن چله طلا دارند، دوست می‌دارند چله طلا را. لیکن پیغمبر خدا آن چله را چیکار کردند؟ از دست این جوان گرفتند و چله را دور پرتافتند. وقتی حبیب خدا از نزد اون جوان دور شد، رفیقای او چی گفتند؟ گفتند حبیب خدا رفت، بگیر بردار از زمین، یا در دستت میکنی یا بر در خانه ذخیره کن. لیکن این جوان این جمله را که جوان گفت، باید این تمام آن برادرایی که در دست چله طلا دارند با خطهای زرین در خاندان نویسند، در بالای سرشان مانند. همون انسان هایی که چله طلا دارند با خطهای زرین این جمله این جوانه باید در خاندانشان نویسند. این جوان چی گفت؟ گفت والله، گفت قسم به خدا، گفت این چله را که حبیب خدا از دست من جدا کرد و در زمین پرتافت، اصلا و نمی بردارم. اگر چی نرخی او $1000 هم باشد، $2000 هم که باشد، من وای از زمین نمی بردارم چیزی را که حبیب خدا پرتافته. این جمله بود که از زبان این جوانمرد خدا ترس برآمد. این باید در تمام جوانای ما این شعار باید. این جوانمردی نیست، این جوانمردی نیست که در دستی من چله باشد که $3000 و $5000 قدر داشته باشد. من جوانمرد، انا همون جوانمردی را میگویم که در پهلوی برادرای فقیر ایستاده و مردم یاردم کند. مال داری، ملک داری، خوش به حالت، من طرفدار شما هستم. من دائم دعا میکنم که خدای مهربان تمام مردم تاجیکستان را بای بگرداند. دائم دعای ما این است. ما نمیخواهیم که شما کم بغل و فقیر باشین. چگونه پیغمبر دعا کردند اللهم انی اعوذ بک من الفقر، پروردگارا از کم بغلی به سوی تو پناه طلب میکنم. این دعای پیغمبر بود. ما هم پناه طلب میکنیم که خدا شما را اصلا فقیر نکند. لیکن شرایط داری، دولت داری، مال داری، خوش به حالت، خدا باز دولت زیاده گرداند. لیکن برادر و اولاد و اجداد، بعضی همون چله‌دارها باور کنین پدرش گرسنه است، مادرش گرسنه است، خانه دادرش از سالش خطی باور که خبر نمیگیره، تمام اولاد و اجدادش از او شکایت داره و لیکن در دستی یک چله هست که اگر شاید که ما و شما برداشتش نتونیم، یا در گردنش چنان گردنبندی هست که اگر در ترازو کشی شاید 2 کیلو بیاید، لیکن همت ندارد، همت ندارد. گفتی همون شاعر دولت را فیل بردارد میانش بشکند، دولت اگر فیل برداره میانش بشکند، همتت را پشه هندوستان برد. یک چنان همت داری که یک پشه بگیره هندوستانش میبره. تو همت داری، تو جوانمرد باشی، مرحمت. امروز راه های کمک خیلی زیاد است، خیلی زیاد است. امروز برادرای نصرانی شده ایستادند. امروز بیماری های داریم، بیچاره ها که میگوید 100 سامان در کار که می چشم جراحی کنم 100 سامان نمییابد. در همون محله زندگی دارد که شاید که چندین جوانمردی چله‌دار باشد. مرحمت، انا راه کمک، راه ثواب. این ملامت نیست، این تحقیر نیست. باز یکی اگان تا شما خفه نشوید. دندان طلا اگر داشته باشد امام، از پسش نماز خواندن درست است، درست است. والاولا بالامامتی اعلم بسنتی است، ثم الاقرا ثم الاسد. همون عالمی که اگر دندانش طلا هم که باشد لیکن عالمی بس سنت است، از همه مسئله و مسائل های شریعت درکدار است، قرائت خوب دارد، تقوا دارد، از پسش نماز میخوانیم. لیکن این عمل همه شما دانین که اسلام
طرفدار دندان تیلا نیست، طرفدار چله و طرفدار گردنبند نیست. حتی همون جوان چی گفت؟ گفت آیا میخواهی که پارچه آتش دوزخ در همین دنیا در دستت کنی؟ یعنی این چله تیلا گفت روز قیامت گفت به آتش از آتش دوزخ مبدل می شود و در انگشت تو داخته می شود. داری خوش به حالت بر ذخیره کن، در پهلوی همون پولهایی که جمع کردی در پهلوش بگذار، یه روز در کارت می شود. خرید و فروشش گناه نیست، فقط در بر کردنش گناه است. اگر تجارت هم که کنین تیلا، تجارت تیلا درست است. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من یک مخلص شما هستم. عاشقان را اسلام چی میگوید؟ عاشقان را اسلام سخنی سخت نمیگوییم. عاشقی این جایز نیست در اسلام. دادرای عزیز، جوانای عزیز، عاشقی خود معنی ندارد. هر کسی را که شما میخواهین که نکاح کده گیرین، شما را اسلام رخصت داده است که رفته چهره وی تماشا کن، رو وی ببین، خوب است، خوب صورت است، بد صورت است، خوش سخن است، بد سخن است، همه اینها را از تجربه بگذران و بعداً چیکار کن؟ و نکاح کده بگیر. لیکن اجازت نمیدهد اسلام که تو با او دستی به دست کرده و ماها و سالها با او یک جایه بگردی و آخر آمده بعد نکاح کده گیری. این حرام است در اسلام، اجازت نیست. شما وقتی یک دست یک دختر را می قپین، من به همه شما یک سخن را می رسانم، فقط خواهر خودتان پیش چشم بیارید، فقط خواهر خودتان. وقتی تو دست یک خواهر برادر می قپی، هیچ وقت نیتی تو نیتی پاک نیست، تو دروغ میگوی. با دلی صاف، این دلی تو صاف میشد، دستی او دختر قپیده و فشرده و از دستی او راحت نمی بردی. او دلی تو خیلی دلی غجد است، او دلی تو خیلی دلی سیاه است، او را من میبینم، من میفهمم. تو دروغ میگویی. وقتی دستی او را قپیدی، تصور کن که یک رفیقی تو دستی خواهری تو را میقپد، خودت را چه تصور میکنی؟ مادام برای خودت که نمیخواهی، برای برادر مسلمان تم نخواه. یک برادر تم بیچاره را در غم اندون افتان، تا که فردا یک رفیقش میگوید میدانی خواهرت با فلانی دیدم. خیلی آدم غمگین میشود، ناراحت میشود. از این خاطر اسلام عاشقی را هیچ وقت جایز نمیگوید. حتی شما تلفنی هم صحبت داشته باشید، اسلام این حرام میگوید، تلفنی. زیرا صدای زن خودش ریاکسیا دارد، خودش یک وجود آدم را ویران میکند. با تلفن حتی همراه او صحبت نکن. حبیب خدا به تمام جوانها سفارش داد، یا معشر الشباب، ای جوانهایی که شما زنگیرین، شما زنخواه هستین، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. کدامید که اگر قوت داری، پول داری، زن بگیر. و باز گفته است پیغمبر، ای مردم دختردار، مهر دخترتان بلند نکنید. بهترین زن همون زنی که مهرش کم است. دختر تا نرخ قیمت نمان که آیسته آیسته پای مردم دیگر از دروازه تو کنده می شود. این دختر است، او شهوت دارد و هم شوهر می فارد، روز از روزها تو را به آب رو می کند با این نرخ نوایی که تو در او دختری خود گذاشتی. جوانها را می گوید کدامت پول داری، مال داری، زن بگیر. فإن لم یستطیع، ای حبیب خدا اگر نداشته باشیم چی؟ فعلیکم بالصوم فانه وجاء. گفتن جوانای عزیز مادامی که نداشته باشین، خدا شما را صاحب مال و ملک کند و دخترها را، دختردارها را خدا انصاف دهد. شما روزه گیرین تا که شهوت شما، همون شهوتتان با واسطه روزه شکسته شود. روزه بگیرین. گفت روزه شما را مانده میکند، روزه شما را شکسته میکند.
همون طغیان شهوت از بدن شما دور میکنه. این از توصیه پیغمبری خدا. تعجیلی مخلص شما از شهر دوشنبه. السلام علیکم حضرت حاجی میرزا. ما مخلصان شما از شهر دوشنبه با زیارت شما آمدیم. از شما خواهش میکنیم که در حق اهل عائله ما یک دعای خیر میکردید. بعداً با یک سوال با شما مراجعت میکنم. من $2500 امریکایی با یک برادر اسلامی دادم. 1 سال میشود که وی پول مرا بر نگردانیده است. من از همین پول زکات میدهم یا نه؟ اولا پروردگار مهربان آن مراد و مطلوبی که در این عائله هست خدایا با فضل و کرم خودت برآورده بگردانی. آمین یا رب العالمین. و دیگر این برادری که $2500 داده است تا حال بیچاره پول گرفتن نمیتواند و از این پول زکات میدهد یا نمیدهد؟ البته زکات میدهیم. اگر پول ما و شما در دست مردم در قرض باشد تا زمانی که وی گوید که نه من نمیدهم یا گوید که من پول تو را نگرفتم، تا این زمان ما از او پول زکات میدهیم. این وقتی ما پیشش میریم پول ما نمیدی یا نمیدهی؟ میگوید که میدهم. 1 ماه پس میدهم، 1 سال پس میدهم. تا همون زمان ما زکات او را دادن میگیریم. اگرچه پول در دست مردم هم که باشد و مال ما هست. از این خاطر از آن پول ما و شما زکات میدهیم. برادرای عزیز، شما با کسان داد و گریفت کنین که این گونه شما را ندوانند. با برادرای یار رفیقی کنین که از خدا میترسیدگی باشد تا که امروز شما سرگردان نشوین. بسیاری برادرای را دیدیم با یکدیگر رفیق بودن، مناسبتشون با واسطه همین قرض و پول با همین مناسبت هاشون ویران شد. برای همین شما پولهاتون همه وقت در شخصای دهید که اونها ایمان به الله دارن، ترسی از خدا دارن و شما باوری کامل دارین از اونها. این حالت با اونها داد و گرفت پولی کنید. السلام علیکم داملای شیرین سخن بابای حاجی. من یکی از مخلصان دائمی شنونده شما که در ناحیه مومن آباد زندگی دارم، از شما سپاسگزارم که در حق ما دعای کنید که ما به همسایه بد گرفتار هستیم که مدت 1 سال است که با ما جنگ و جدال دارد. من از کاسیت 56 شما در مسئله همسایگی گفتگوی شما را شنیدم که این به من بسیار معقول شد و خواستم که مکتوب را با شما نویسم. خواهش مرا التماس رد نکنید، در حق ما دعا کنید. مکتوب مرا همین جمعه خوانید. من انتظار جواب و دعای شما هستم بابای حاجی. با احترام، یک زن از ناحیه مؤمن آباد. قیل یا رسول الله این فلانه تصلی لیلا و تصوم النهار و تؤذی جیرانها بلسانها، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا خیر فیها هی فی النار. این برادری ما کسی باشد در یک همسایه خیلی بد گرفتار شده است و میخواهد که با واسطه دعای ما و شما از این همسایه بد نجات یابد، از دشنام اون نجات یابد. این حدیثی که الحال برای شما خواندم، این حدیثی هست که نزد پیغمبر خدا یک نفر آمد گفت ای پیغمبری خدا، یک نفر شب تا به روز نماز میخواند، روز باشد روزدار است، لیکن همسایه اش را بسیار آزار میدهد. در حق این گونه انسان چی میگویی؟ حبیب خدا چی گفتند؟ لا خیر فیها هی فی النار. گفتند آن نماز شبش و این روزه‌ای که در روز میگیرد نیست خیر در اونها، با او خبر دهید که وی دوزخی هست. کسی که در پی آزار همسایه هست.
ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه. حبیبی خدا را حدیث صحیح است، هرگاهی که جبرائیل پایان میشد نزد من می آمد، مرا از حق همسایه داری خبر میکرد. دائم در حق همسایه داری مرا تاکید میکرد. گمان بردم این که انسان وقتی از دنیا میگذرد همسایه از همسایه میراث میبرده باشد. تا این قدر گفت حضرت جبرائیل مرا تاکید کردند. بسیار بد است برادرای عزیز، هر کدامی که شما همسایه دارین خوب است ناخوب است با او معامله خوب کنین، کاری کنین که با او رفت آمد کنین. خداوند این بنده ای که از این جمعیت ما دعا طلب کردند، خدایا به همه مراد و مطلوبش موفقش بگردانی و همه خصلت های ناخوب این همسایه را خدای مهربان از بدن او جدا کنی و در عوض این خصلت های بدش خداوند به او حلم و به او نرمی و به او انصاف نصیب بگردانی. آمین یا رب العالمین. به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم داملای عزیز، من خواهر اسلامی شما، کسبی من همشیره طبی می باشد. اگر در یگان بیمارخانه کار کنم و مردهای نامحرم را جایز است که اوکال کنم؟ التماس با این سوال من جواب دهید. البته در ضرورت جایز است. اگر همون خواهرهایی که همشیره هستند در بیمارخانه ها کار میکنند، بغیر اونها دیگر نفر یافت نمیشد که مردها را معالجه کند، در این حالت جایز است که این زنها همون مردها را همون موضع فقط ضرورت شد، همون موضع ضرورت تبابت کنند، جایز است اگر با شرطی که ضرورت باشد. السلام علیکم بابای داملا، خدای مهربان صفی شما برای این عالم ها را زیاده بگرداند. بابای داملا التماس با این سوال من جواب گردانید. اگر آب دیده کنید طهارت میشی کند یا نه؟ ما یکی از مخلصان اشهدی شما هستیم، یونس و منوچهر و یعقوب و خدایداد، و در آخر با ما یک دعا کنید که ما قرآن را نصف کردیم و با آخر رسانیدیم. خداوند شما را حافظ کامل بگرداند و در این حفظ کرده اتان خدای مهربان شما را عمل کننده بگرداند. آمین یا رب العالمین. آب دیده طهارت نمیشکند، آب دیده هیچگاه طهارت نمیشکند. اگر از کدام ما و شما آب دیده جدا می شود، چه از ترس الله باشد چه از روی مصیبت باشد، این به طهارت هیچ دخالتی ندارد. برعکس اگر انسانی که اگر از ترس الله، اگر گفتن حتی به سر یک پشه، اگر یعنی همون آب چشمش به اندازه یک سری پشه باشد، الله گفت از روز قیامت وی از عذاب دوزخ نجات می‌دهد. دوستان خدا میگوید وقتی از چشماشون که آب میریخت، آب در زمین افتیدن نمیماندند، بلکه اونا آب چشم میگرفتن و در وجودشان میشکیدن، میمالیدن و میفهمیدن که در کجای بدن اگر آب دیده از ترس الله چکیده باشد، همون موضع را آتش دوزخ سوزانده نمیتواند. از این خاطر این ثواب دارد، این اجر دارد. طهارت شما را نقص نیست، طهارت شما را باز نورانی میکند. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی مرزا، همین سوال ما را امروز جواب گردان. مرده شب مانده را در شب شستن ممکن است یا نه؟ دوم، اگر پدر بیمار باشد با پسر ممکن است که او را تازه نماید؟ از شما منت دارم. مرده در شب وقتی میماند شستنش بی نهایت لازم است. اگر در کدام خانه ای که مرده باشد و فردا نیتی گوراندن او داریم، همان شب شویم تازه کنیم، سحر وقتی که ما او را برداشتن کی شدیم باز یک خبر میگیریم. اگر هرچی از خون و از چیزی که از وجود او بیرون شده باشد و یا بالته گرفته تازه میکنیم، دویم باره شستن دیگر حاجت نیست. همون یک بار شستن خودش واجب است.
شستیم، سحر پاکیزه میکنیم، تازه میکنیم، پیش از آنه که در کفن او را چکار کنیم جای کنیم. این بسیار خوب است. دیگر روز باز گویم سرگردانی ها کمتر می شود، ثواب است. و برای فرزند تازه کردن پدر جایز است یا جایز نیست؟ اگر مادرش باشد برای مادر این وظیفه است. مادرش، یعنی برای زن همون مرد وظیفه زن است که باید که زن مرد در حالت بیمارداری کند، باید تازه کند، شوید، پاکیزه کند. لیکن مادام زن نباشد این حالت در برای فرزندان از روی ضرورت جایز می شود که فرزندان همون پدر را نگاه میکنن که تا که پدرشان باز یک بار درچان زیاده نشود، یک بار چرکی او زیاد نشود، یک بار گویم بو و آن بویی که در وجود او است باز او افزون نشود. این حالت در رخصت می شود. همین مکتوب ها را خیلی کم نویسین، فقط گفته بودم سوال نویسین بس. اینجا در خیلی صحبت ها نویسانده است. خب بعضی نصیحت ها ما را هم کرده است رحمت. خب 2 سال پیش مادرم وفات کرد و بعضی آدم ها به من گفتن که خانه را انداوه نکن، خانه را سفید نکن و تا 1 سال چکدان تانه نکن که اوبال است. برای آن که 1 سال باید اعضا بگیریم. من میگویم با آنها که شریعت سبکی گفته است باور نمیکنند. اگر 1 سال پس پدرم، 2 سال پس بابایم، 3 سال پس مامایم وفات کنند، من کی خانه‌ام را تعمیر میکنم؟ یا که زنی گفت که پسر برای مادر کفنی نخرد که اوبال است. التماس با سوال من جا، اینا همه یک گپای بیهوده هستند. کفنی را میخریم، کفنی ما را تیار میکنیم، خوب است. و اگر پدرمان مادرمان کدامش که از دنیا هم که گذرد، این گذشتن این امر حق است، هممون میگذریم و این به تعمیر خانه گذشتن هیچ وابستگی ندارد. خانه‌مون تعمیر میکنیم، تازه میکنیم، سفید میکنیم، هر بهبودی که در خانه لازم باشد جاری کردن میگیریم. این در شریعت گناه نیست که پدرش مرد است این خانه ها را سفید دارد. این جای ملامت نیست، بلکه پاکیزگی خودش هم از اسلام است. ان الله نظیف یحب النظافه، ان الله جمیل یحب الجمال. خدا خودش زیبا از زیباها را دوست می‌دارد. خداوند خودش پاک از پاکیزه ها را دوست می‌دارد. از این خاطر این به معرکه های مصیبت کاری ندارد. السلام علیکم داملای عزیز و مهربان ما. خداوند دنیا و آخرت ما و شما را آباد کند. اما بعد در مسجد محله ما هر کس برای خود جای را اشغال نموده است. اگر مبادا دیر ماند و به جای آنها کسی دیگر گذرد، تو در جای فلانی نشستی گفته بعضی دیگرشون تنقید میکنند. آیا اسلام در مسجد برای خود جای اشغال کردن را به ما اجازت میدهد یا نه؟ دوم، بعد خواندن فرض یا سنت ما جای خود را عوض میکنیم. این کار ما با دیگرها نمیفارد. داملای عزیز با این مسئله ها روشنی میدادید. اله ما و شما را خداوند از بلاهای زمین و آسمان نگه دارد. مسجد جای ندارد. مسجد برای هیچ کس جای معین کردگی نیست. فقط برای امام جای هست، برای دیگر هیچ کس جای نیست. هر جایی که انسان می آید می نشیند برای او جای هست. اگر مبادایی که من این مسئله را یک بار دیگر گفته بودم، یگان جوانی که اگر یک موی سفید احترام میکند و در جای خودش شیناند، این حق همون جوان است. وای در جای من نشست گفته وای ملامت کنی، در تو گناهگار میشوی. مسجد جای ندارد. اینجا نفری هست، مخصوص مثال مسجد ما، نفری هست که از ساعت 9 و 10 آمده در همین نزد ما می نشیند
و اخلاص دارد و محبت دارد و یک انسان آمده و از زیر کشش برداشته و رو از جای من، این جای من است، این در حقوق ندارد، این آزار می شود. بعد خواندن فرض پریشان شدن خودش سنت است. کسی را میفارد نمیفارد قانون شریعت است. ما با فاریدن یک برادر چیکار داریم؟ وقتی امر پیغمبر باشد، وقتی دستور شریعت باشد، فلانی را فارید نفارید، ما عمل اسلامی من انجام دادن بگیریم. وقتی فرض خواندین دیگر شما پریشان شین در مسجد، این خودش سنت است. سنت اگر کسی در سنت می ایستد، در سنت صف می ایستد، خودش مکروه است، اجازت نیست. کتابی بلند نرود، همین گوری میری را بیند، این شرح مختصر است. در همین گوری میری در باب سنت ها همین مسئله آمدگی است. سلام اکای حاجی مرزا، من مخلصی اشدی شما هستم. با همین سوال من پاسخ درست دهید. من نماز خود را میخوانم ولی در مکتب با لباس مکتبی و سری لیچ میروم. من جواب شما را انتظار هستم. خواهر عزیز، اسلام برای تمام پیروان خود لباس معین کردگی هست. میگوید صاحب مختصر، ما آیت قرآن دلیل، اگرچه مختصرم استدلالش از اما آیت قرآن است، والحرة كل بدنها الا الوجه والکف والقدم. صاحب مختصر در کتاب صلات میگوید زن مسلمان کل بدنش باید پوشیده باشد مگر چهره رو، یعنی چهرهش گشاده باشد، گناه نیست. کفای دستش تابد، گناه نیست. و کف پاشم که تابد، این گناه نیست. گفتم و الرجل من تحت سرتی الى تحت رکبتای. اما مردها را چی؟ از زیر ناف تا زیر زانوش فرض است، کسی باید این موضع را نبیند. صاحب مختصر در عبارت در کتاب صلات و ما و شما معین کرده. از این خاطر خواهر عزیز یا برادرای محترم، اسلام الحمدلله که برای ما و شما لباسش معین کرده است. برای زنها پوشیدن کل بدن مگر چهره هاشان، کف دست هاشان، پای هاشان اگر تابد، این گناهی نیست. بغیر این اگر سر لوچ باشد، پیشی بر لوچ باشد، پایهای او تافتگی باشد، اینجا علک وی گناهگار در نزد الله است، وی گناهگار است. حدیثی را از پیغمبر خدا بهر شما میخوانم. افسوس که امروز چه یک مصیبت کلان آمد که مردها لباس زنها را میپوشند، زنها باشند لباس مردها را میپوشند. امروز دیگر ما میگوییم تاجیک هستیم و فخر داریم به تاجیکیمان. امروز دیگر تا دختر تاجیک از غیر تاجیک شناخته نمیشود. حالی کولاب الحمدلله خیلی خوب است. شما پایتخت روید، احوال دختر تاجیک بینید، خیلی آدمی اگر حسی ملی، اگر حسی وطن دوستی داشته باشد، باور کنین خیلی مصیبت کلان در گرفتار می شود. دیگر شناختش نمی شود که این دختر از کجاست. و وقتی که اگر صحبت میکند با زبان تاجیکی صحبت میکند، این خیلی مصیبت کلان است. ما الحمدلله مردم تاجیک با خودش لباس خاصه داشت، لباس ملی داشتیم، لباس های بهترین زیبا داشتیم. چرا از اینها استفاده نمیبرند؟
چرا اون لباسی که خود مردم تاجیک دارد این مردم همین مردم خود ما لباس را نمی پوشد. لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. حبیبی خدا گفتند لعنت الله است به همان مردی که لباس زن می پوشد و لعنت الله است به همان زنی که لباس مردها را می پوشد. امروز دخترای تاجیک ما و شما کرته های ما و شما را می پوشند، پیشای بر اونها نمایان، گردن های اونها نمایان، تمام وجود او نمایان. پس آیا جنایت کی روشن میکرده است؟ این جوانایی که امروز در زنا داده شدند، امروز جوانایی که گوییم 5 سال و 10 سال زندانی میشوند، چیکار کرد؟ فلانی قتل زنا کرد. و سببش در چی است؟ سببش در همین است که تو لباس چنان لباسی هست که مردک به خود جذب کردی. آخه اگر مرده نباشد وای دیگر شهوتش بیدار میشود. اینجا مرد دیگر چی گناه دارد؟ آیا همچنان نیست؟ کدام ما و شما اگر بینیم، کدام ما و شما بینیم احوال همون زنها را در حال وجود ما و شما تغییرات پیدا میکنه. برای چی حبیبی خدا گفتن یا معشر الشباب، ای جوانها زن گیرید؟ برای چی گفت؟ فانه اغض للبصر و احسن للفرج. برای چی گفت؟ برای چی شما جوانها را گفت پیغمبر که درو زن گیرید؟ زیرا گفت این زنی که شما میگیرید اغض للبصر، چشمهای شما را پرده پوش میکنه، و احسن للفرج، دیگر شما را به زنا کردن نمیمانه. این شهوت شما دیگر شکسته میشود با همون زن خودت، دیگر میل تو، عشق تو دیگر به سوی زن بیگانه نمی رود. از این خاطر از همه خواهرای عزیز، از همه زنهای مسلمان خواهش ما همین است که لباس ملی تا نپوشین. لباس ملی تاجیکی که داریم، از کرته های اطلس و از کرته های چکن و از همون رویمالای زیبایی که داشت مادرهامان، مامهامان، از همونها پوشین. انشاءالله این تاجیک بدن تو را هم نشان میتد. امروز تمام مهمان های دنیا برای تاجیکستان دیدن. امروز این جناب عالی تمام تاجیکا را در روی دنیا معرفی کرد، ما را به تمام مردم دنیا شناس کرد که ما مردمی چی هستیم؟ مردمی مهمان پذیر هستیم، ما مردمی خوب هستیم، ما مردمی مسلمان هستیم. اونها آمده ما و شما را میبینند، از لباس ما، از رفتار ما اونها خلاصه میبرارند. السلام علیکم پیشوای ما مسلمان ها که حاجی میرزا. چند سوال دارم. بعضی کسان میگویند که در دوزخ مقدار گناهت عذاب کرده میشوی و بعد آن به جنت داخل میشوی. این گپ درست است؟ درست است. بعد نماز را تمام کردن بعضی نفرها جای نماز را بوسه میکنند، بر رویشان میمالند. این روا است؟ نه، روا نیست. مختصرا جواب میگوییم همون جای نمازی که شما بالاش نماز خواندین و گرفته و در دیده هاتون مالیده و بوسه نکنین، این جایز نیست. این نه امر الله است نه امر پیغمبر است. اگر 2 نفر همه وقت در خانه جماعت کنند ثواب مثل مسجد است یا اینکه کم؟ زیرا من یک بابای دارم که همیشه در خانه نماز میخوانیم. نماز ما چی گونه نماز است؟ تو اگر جوان باشی خود در مسجد بخوان، بابات که آدم افگار باشد وای در خانه خواندن بگیرد، وای ثواب مسجد هم میگیرد زیرا وای عذر دارد. لیکن تو که عذر نداری تو آمده در مسجد نماز بخوان، این حالت تو هم ثواب میگیری. من را در خانه نمیمانند که در بعضی روزها سر شویم. میگویند که در این روز حضرت فاطمه
پنجشنبگی میدهد. خصوصا روز پنجشنبه من بار با آنها جنگ کردم که گپ شما نادرست است، شما با این گپ چی میگویید؟ التماس جواب گویید ضرور است. حکم دنیا در پنجشنبگی خوردیم بس نیست، با در جنت هم پنجشنبگی هست، نیست در اونجا پنجشنبگی. این پنجشنبگی هایی که در گردن ما و شما بارش کردن همین دنیا ده است، در اون جنت بے پروا انشاءالله خوردن بگیر. حضرت فاطمه پنجشنبگی ندارد، تهمت در ذمه حضرت فاطمه نمانی. این سخندان خیلی سخن وزنین است، یک آدم تهمت نکنین. هر روزی که میخوای سرت شستن بگیر، هر روز در همه ساعت سر شستن جایز است، علل خصوص در روز جمعه. اینقدر تأکید ما برای چی است که پدرای عزیز، برادرای عزیز، شما دائم خوشبوی باشین، دائم بدنهاتون بیبوی باشد. در پهلو یک برادر که نشست از بوی عرق بدن تو نافار نشود، ناراحت نشود. برای چی حضرت ابن عباس برای شما مثال آوردم که حضرت گفتن هر وقتایی که عائلم زنم در پهلوم که میخوابید خودش خوشبوی میکرد، آوازی میکرد، طهارت میکرد. وقتی حال او را که اینچنین دیدم، حضرت گفتن من هم برای زنم آوازی میکردم، خوشبویی میکردم، بعدا در پهلوی زنم خواب میکردم. از این خاطر شما هم در جاگه خوابتون خوشبویی کنین. همون جاگه خوابتون در وقت خوشبویی میکنین، این خوشبویی با زمیان که سنت است، دیگر حکمتش همین است که هیچ آسیب جین به شما نمیرسد. آسیب جینی که شما در خواب هستین ضرر میتواند رسانیده، حتی عیبوی همون خوشی شما را آنها به سوی شما آمده نمیتوانند. برای همین دائم بدنهاتون شویین. چهارشنبه است، پنجشنبه است، جمعه است، کدام وقتی میخواهین شستن گیرین، ثواب میگیرین، هیچ وقت گناهگار نمیشوین شما. حضرت داملا یک رفیق ما 5 سال پیش مسلمان بود. سال 2000 زنی مسیحی گرفت و از مسلمانی روی گردانید. صاحب 4 فرزند شد. الحمدلله حاضر باز مسلمان شده است، لیکن زنش مسیحی است و اسلام را قبول نمی کند. این رفیق ما پیش از مسلمان شدن زنش گفته بود اسلام بر ضرر تو هست. اکنون این رفیق حیران است، با زن مسیحی زندگی در اسلام جایز نیست. زنش اسلام را قبول ندارد. اگر طلاق دهد زنش طعنه می دهد که نگفته بودم که اسلام بر ضرر تو هست. سوال تقدیر این عائله چی می شود؟ با احترام مخلص شما، زن مسیحی را گرفتن جایز است، چرا جایز نیست؟ زن کتابی، اگر این زنهای روسی که هستند، خب اینا را زنهای کتابی میگویند، یعنی با انجیل حضرت عیسی ایمان آوردگیند، اینا را نکاح کرده گرفتن جایز است. اگرچه مرد مسلمان هم که باشد، این زن نصرانی هم که باشد، درست است زندگیشان. از این خاطر تقدیر این عائله هیچی نمیشه، از زندگیش دوام دادن گیره. فرزندایی که دارد اون فرزندا را در روحیه اسلام تربیت کند. بهترین صورتش همین است. این 4 فرزندی که آمده است به دنیا، اینها را مسلمان کند، اینها را تربیت کند، اینها را پیرو آیت قرآن و پیرو احادیث های پیغمبر کند. ان شاء الله هیچی در زندگیش زلال خلل نیست، زندگیش دوام دادن گیرد. السلام علیکم داملای محترم. بعد سلام، این که ما 2 سوال داریم، خواهشمندیم تعجیلی جواب گردانید، آن ضرور است. در مسجد ما ملا در یکم رکعت آیت از سوره یاسین و بعدا در دویم رکعت از سوره بقره خوان، این درست است؟ درست است. اگر قصدن کند گناهگار می شود،
و الا هم قصدن هم که کند نمازش درست می شود لیکن گناهگار می شود. ما شما سوره بالا و سوره پایان میگوییم. اگر سوره بالا و سوره پایان در نماز خوانی، اینجا در مسئله فقهی حنفی میگذرد که مکروه است، ترک سنت است، لیکن نماز درست می شود. نماز درست می شود. مثل که این اول سوره اخلاص است، یعنی قل هو الله احد، و بعد او می آید سوره فلق، قل اعوذ برب الفلق. باید در نماز ما اول سوره اخلاص بخوانیم برای با ترتیب این چنین آمدن. دوم سوره فلق خوانیم. لیکن مبادایی که اول سوره فلق خواندیم و بعد سوره اخلاص خواندیم، انا همین میگن سوره بالا و پایان شد، این نماز درست می شود. فقط اگر همین قصدن کنی گناهگار می شوی. برای همین این امام نماز درست شده است. دوم نماز خفتن را در ساعت 8 می خوانیم. درست می شود یا نه درست نمی شود؟ اقلاً باز برای همه شما امروز مفتیات قانون دارد 1.5 ساعت بعد نماز شام، بعد نماز شام 1.5 ساعت باید ما و شما منتظر باشیم. اگر مبادای سراسیمه باشیم، مبادایی که هیچ طاقت نیست، این حالت ما و شما اقلاً 1 ساعت باید که منتظر باشیم. 1 ساعت اقلاًش باید 1 ساعت بعد نماز شام منتظر باشیم. این حالت ما نماز ما نخوانیم، دیگر هیچ شک شبهه در نماز ما و شما باقی نمیماند. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من از شما خواهش دارم با سوالهای ما زودتر جواب گردانید. من نماز خوانده ایستادم، شخص دیگر مگنیتوفون در امر معروف مانده گوش میکند، آیا نماز من خلل نمیرساند؟ این به خودت وابسته است. اگر تو در حالت نماز باشی و وی در حالت گوش کردن امر معروف، اگر خوب میشود که اون برادر به این نمازخوان ما یگان تشویش و یگان خلل پیدا نکند. یکی مبادایی که وی گوش کردن که گرفت، اینجا وابستگی از خود نمازخوان دارد که به او توجه نمی کند بلکه نمازش خواندن میگیرد. اگر در وقت نماز شام ساعت 7 باشد، در روز هوای ابر نماز را چی خیل میخوانی؟ ساعت 7 میخوانی یا اینکه بر وقت میخوانی؟ در آخر در حق ما دعا کنید خدا شما را همتون نگه دارد. در روزهای ابرناک در مسئله می آید که نماز عصر و نماز خفتن باید که بر وقت خوانده شود. در روزهای ابرناک وقتی ابر فرا میگیرد، جهان تاریک میکند، این حالت ما نماز عصر و نماز خفتن را بر وقت میخوانیم. لیکن غیر اینها را، چی نماز بامداد باشد، چی نماز پیشین باشد، خب اینا را ما و شما، یا نماز شام باشد، اینا را بر وقت‌تر میخوانیم. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من مادرم، پسرم آیله دار است. وقتی که پسر از مادر برنجد، مادر برای فایده خودش نصیحت کند، همراه مادر قهری میکند، نماز جمعه رفته او به این پسر درست میشود؟ جوابش را پر فهمانی. یعنی این مادری که فرزندش را نصیحت میکند، پند موعظه میکند، لیکن بازم این فرزند با پند نصیحت مادر هیچ اهمیت نمیدهد و باز با این مادر قهری میکند، اسلام چی میگوید؟ چی در سوره عنکبوت، چی در سوره اسراء و چی در سوره لقمان از پروردگار سپارش آمده است؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و وصینا الانسان بوالدیه حسنا، در سوره عنکبوت است. خداوند میگوید من امر میکنم، سپارش میدهم همه فرزندها را، چی دخترها و چی بچه ها را،
که با پدر و مادرشان نیکو باشند، رفتار خوب کنند. در دیگر سوره لقمان خداوند و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن و فصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک و الی المصیر. خداوند میگوید سپارش میدهم بچه ها و دخترها را، هر کسی که صاحب پدر و مادر است سپارش میدهم که فراموش نکنند که حملته امه وهنا علی وهن، شده علی شده. مفسران میگویند فراموش نکن که همین مادری که امروز تو همراه او قهری هستی، همین مادری که امروز تو را رنجانیدگی هستی، همین مادر تو را در شکمش برداشتگی هست. تو از شکم همین مادر به دنیا آمدی و فصاله فی عامین، ان همین مادر تو را 2 سال دیگر با شیر داد. خداوند در ان اشکر لی ولوالدیک، شکرانه این ذات الله را کن. خدا میگوید از شکرانه پدر و مادر تکن و فراموش نکن ای فرزند که بازگشت تو به سوی پروردگار است. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. خداوند چی میگوید؟ حکم میکند پروردگار تو این که بجز ذات من دیگر به هیچ چیز عبادت نکن، هیچ چیز را پرستش نکن، لیکن با پدر و مادرت رفتار خوب کن. ولا تقل لهما اف، خداوند حتی نزد پدر و مادرت اف نگو. کجا آنجایی که وقتی تو ملال میشوی، کجا آنجایی که وقتی تو قهری میکنی اف نکن. ولا تنهرهما، نهر نزن، بلند آوازی نکن، داد نگو به سوی او. و قل لهما قولا کریما، هر وقتای با او صحبت میکنی با زبان خوش، با زبان ملایم با او صحبت کن. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. در دانش پروردگار میگوید تو پدر و مادرت احترام کن، وقتی وای نزد تو میآید خیز برای اونها تعظیم کن و در دعایت بگو که پروردگارا پدر و مادر مرا خوار نگردان، پدر و مادر مرا درمند نکن. پروردگار چی میگوید؟ کما ربیانی صغیرا، چگونه ای که در خردی تو این پدر و مادر این گونه دعا را در حق تو کرده بودند. از این خاطر وقتی اونها که این دعا را در حق ما کرده باشند، پس باید که ما چیکار کنیم؟ در حق اونها دعاگو باشیم، باید اونها را نرنجانیم. حضرت عبدالله ابن مسعود از حبیب خدا پرسیدند کدام عمل محبوب تر به سوی الله است؟ پیغمبر چی گفتن؟ الصلاة علی وقتها، نماز در وقتش خواندن. گفتن این بهترین عمل به سوی پروردگار است. ثم ایون یا رسول الله، بعد از آن چی ای پیغمبر؟ حبیبی خدا چی گفتن؟ بر الوالدین، در حق پدر و مادر خدمت کن. گفت این محبوب ترین عمل از سوی پروردگار است. از این خاطر جوانای عزیز، برادرای مهربان، کسانی که امروز صاحب پدر و مادرین، مادامی که شما نمازخوانین، مادامی که شما مخلصین، مادامی که شما پیرو قرآنین، به همه شما قرآن مراجعت میکند که کاری کنین که پدر و مادر از شما راضی باشد، کاری کنین که اونها را نرنجانین، زیرا که تمام عبادت های شما حبطه میشود. حتی دیگر گویم همون مثل های تاجیکی، آب ما و شما رنگ نمیگیرد. بر آباءکم تبرکم ابناءکم. پیغمبر خدا گفت اگر خواهید که فرزندهاتون شما را فردا احترام کنن، امروز احترام پدر و مادرتون کنید. اگر کردین فردا فرزنداتون احترامتون میکند. چگونه معامله‌ای که میکنی از فرزند هم خیلی معامله را انتظار باش. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. برادر استاد عبدالرحیم 10 سامان، استاد عبدالخالق 10 سامان. در حق استاها برادر اکی خیر الله و استاد سید احتم
عبدالمومین، فرهاد، نورانشاه، استا نعمت، استا کمال، بابا جان و دیگرها دعا کنید. خب اینجا در استاها خیلی خدمت‌های زیاد کردن این هفته، باز دوام دارد کارشون. برادرمان حاجی حسن که آهک همان طرف همش تأمین کردن. حاکم برادر عالم جان سیلیوستر برای همین اطراف مسجد و مسجد پهلوان خدا برکاتش داد. همین آشیانه دویم هم همین حاکم جان تعمیر کردن، برادر عالم جان با سیلیوستر دیگه هم دیروز آوردن. در حق بابای حاجی زینالدین که از این محله فرزندشون 20 سامانی دادن که دعا کنید. در حق